چطوری؟ آقا امروز اومدیم با آنباکس بازی اصیل ایرانی گلیاپوچ ببینیم که این بازی چطوریه، چه چیزایی داخلش داره، میارزه بخریم یا نمیارزه بخریم. اینجا که عکس مهران مدیری رو براتون زده با بازی اصیل ایرانی که حالا من اینجاش چسب دارم روش میریخت چون نمیشه. بعد محتواهای بازی 18 کارت بازی، گوی صدادار، گوی کوچک، گوی بزرگ، دستور بازی، زنگ، سکه، شیریخت. اینجا هم که میگه 2 تا 20 نفره و 6 تا 99 سال. این چیزایی بود که روی جعبه خود بازی نوشته با پشتش که اینا نوشته. خب حالا بخوایم بریم سراغ محتویات داخلش که اول از این کارت آموزشی شروع میکنیم که آموزش های لازم برای بازی رو بهتون میده و همه چی به نظرم داخلش هست. ما که نمیخونیم اینا رو، ما اینا با اینا کاری نداریم. خب بریم سراغ کارت بازی که به 2 تا رنگه، سفید و این رنگی شبیه خاکه، اینم بر سفیده. خب ببینیم کارت چی داره. کارت گوی بزرگ که دیگه فکر کنم همتون بدونید، گوی صدادار، دوئل، خالی بازی مجدد، 1 تیر و 2 نشان، سنگ مفت، گنجیشک مفت، دوباره 1 تیر و 2 نشان و 2 عدد آنتن. دقیقا همین کارت که اینجا هست با 1 رنگ دیگه داخل اینا نوشته شده. این از کارت ها که دیگه این یکی کارت من نشون نمیدم که نشون بدم. حالا همون خالی بازی مجدد، 2 تا 1 تیر و 2 نشان، سنگ مفت، گنجیشک مفت، آنتن، دوئل بازی، گوی بزرگ و گوی صدادار. خب از اینا بگذریم میرسیم داخل محتویات بازی که یه سکه شیر خط داره که این شیرشه و خطشه و سکه خوبیه و یه جورایی متوسطه دیگه برای بازی که ما میخوایم انجام بدیم، خوبه، کیفیت خوبی داره. میرسیم به زنگ بازی که زنگوله است. اینا میشنوید، اینا که اونجا اونم باش کاری نریم، رفتش اونجا، بزنمش اینجا ببینید. بعد 2 تا گوی کوچیک داره که برای رد کردنه، 2 تا گوی بازی که باش بازی میکنیم، اینا هم میذاریم اینجا و یک گوی بزرگ بازی که میبینید واقعا بزرگه و بازی کردن باش خیلی مهارت میخواد و سخت. اینم از اینو. گوی صدادارش که صدای نسبتا خوبی میده، اگه خیلی سکوت باشه میشنوید. حالا الان سکوت میکنم ببینید، کنم شنیده باشید دیگه، امیدوارم. این از محتویات داخل بازی که کلن شد. گوی کارت بازی که به 2 دسته است، 2 رنگه. بعد گوی صدادار بازی که طلاییه، سکه بازی، زنگ یا همون زنگوله بازی، گوی بزرگ برای کارت داره، هم گوی کوچیک هم گوی بزرگ کارت داره که این گوی صدادار ببخشید که کارتش اینها و تیم برنده باید باش بازی کنه و 2 تا هم تیله کوچیک که برای بازی‌های عادی انجام میشه. بعد این بود و راهنمای بازی و اینم که جعبه خود بازیه که با آخر ویدیو بهتون میگم با چه قیمت خریدم. این عکس مهران مدیری. خب آقا این از محتویات داخلش بود. حالا
به نظر من چیزهای دیگری هم باید داشت که الان بهتون میگم چه چیزایی باید داشت. خب ببین یه زنگ من اینجا دارم که از یه بازی دیگه برام مونده و صداش برای بازی اصلی. این زنگمون که قیمتشون نمیدونم توی بازار چقدر بخواید تهیه کنید، که به نظرم توی نسخه های بالاتر که هستش این زنگا، ولی این به دردش نمیخوره، به درد نمیخوره. ولی اگه این زنگا داشته باشید یا بتونید با قیمت 8 تومن از بیرون تهیه کنید یا برید یه ست کامل گلیاپوچ رو بگیرید، به نظرم خیلی بهتره تا بخواید انقدر هزینه کنید. اینم میره کنار و من اینجا گوی آهنی بازی رو دارم که خودم گرفتمش، تهیهش کردم از بیرون، که اینو فکر کنم بولبرین که میتونید در بیارید. دست دوم ساچمس از داخل توروب و دیجیکالا و دیوارم میتونید بگیرید، ولی هزینه ارسالش 70 تومنه. به نظرم اول میخواید بخرید عکساشو نگاه کنید بعد بخرید، چون بعضیشون هستن که گویاشون پلاستیکیه و زیاد به درد نمیخوره. این گوی کوچیک بازیه که به نظرم باید به جای اینا میذاشتن، به جای تیله ها که هم سنگین تره هم خوش دستره و هم خوشگلتر هستش. حالا از همه لحاظش بخوایم بگیم خیلی بدن اینا، من اصلا خوشم نمیاد ازشون و بعد چند روز که دیدم خیلی خوشم نمیاد سعی کردم دنبال اینا بگردم که گوی اصلی بازی هم اینجوری باهاش بازی میشد، با اینا بود. و یک گوی بزرگ بازی که گوی متوسطش میشه، چون گوی بزرگی که با تیله بخوایم مقایسه کنیم خیلی کوچیک‌تر ازشه. ببینید این گوی خیلی بزرگه، این گوی متوسطشه و گوی متوسطش خیلی سنگینه و خوش دسته و به نظرم میشه از به جای گوی بزرگم ازش استفاده کرد. اینم که گوی کوچیکشه دیگه، این چیز میگم گوی کوچیکش، گوی بزرگشه که اینم کارت داره. بعد این دیگه گوی بزرگه که به نظرم به جای این میشه ازش استفاده کرد، ولی اینم باشه باحال. اینم سبکه، زیاد سنگین نیست. و حالا اینا که من تهیه کردم چقدر شدن، بچینم اینجا بهتون بگم چقدر شد. بچینیم به حال چیده. خب خود بازی که اصلیشه یه دونه سکه داره، یه دونه زنگوله، یه دونه گوی کوچیک، 2 تا تیله و این گوی بزرگ و 18 تا کارت که جمعاً برای بنده در اومد 60,000 تومان. یعنی خیلی بهتر میشه اینا رو بخوایم بخریم، به صرفه است، یعنی کارتون رو راه میندازه، بخواید بازیاتون رو انجام بدید خوبه. میرسیم به زنگش که من زنگش رو از یه بازی دیگه دستچین داشتم، از این بازی داشتم. حالا اگه بخواید آنباکس اونم براتون میذارم که داخلش چیا داره. این صداش خیلی خوبه، من الان نمیزنم. این زنگ بازیه که اونم از بازی دستچین برام در اومد، خیلی وقت پیش من خریده بودم دستچینو. این از این و این دوتا هم برام هیچ هزینه ای نداشتن، از کسی گرفتمشون رایگان و بیرون هم میتونید با 2 تومن 5 تومن و 10 تومن، ولی چون من پرسجو نکردم فکر کنم یا باید بولبرینگشو بگیرید یا بگید ساچمه بهتون بدم. و کل بازی برای من 60,000 تومن شد. اینا هم که رایگان بود دیگه، این که از خود بازی در اومد و اینا هم که رایگان گرفتم. خیلی ممنون ازتون که ویدیو رو تا همینجا تماشا کردید. حتما اگه خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. خیلی ممنون، تا دیداری دیگر، بدرود با ویدیوهای بعدی و آنباکس بازی‌های دیگه.